بسم الله الرحمن الرحیم. ای چشم و چراغ اهل بینش، مقصود وجود آفرینش، صاحب دل لا ینام قلبی، مهمان ابیت عند ربی. در وصف تو لا نبی بعدی، خود وصف تو و زبان سعدی. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با برنامه این هفته قلب آسیا خدمت شما بزرگواران هستیم و در استودیو دو مهمان نهایت عزیز را داریم. هر یک محترم مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری و محترم امام الدین رحیمی. خب جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن، اگر خدمت بینندگان عرض سلام و ادب دارین، خدمت شما هستیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و خدمت همه علاقمندان برنامه قلب آسیا، خدمت همه امت اسلامی، خصوصا خدمت افغانهای عزیز و گرامی که چی در خارج و چی در داخل کشور زندگی میکنن، خدمت هر یک عرض و ادب و سلام و احترام دارم. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد تا اینکه آن موضوعاتی که بیان می شود و مطرح می شود همه ما از دیدگاه قرآن و احادیث جامعه عمل بپوشانیم. خب مهمان دیگر برنامه ما محترم استاد امام الدین رحیمی، مجری کارشناس، خدمت ما هستند و رحیمی صاحب خدمتتان هستیم. تشکر از شما. الحمد لله و کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات قلبی خود به تمام بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق برنامه قلب آسیا تقدیم می‌دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما هستیم جناب استاد. سلامت باشین. ای معلم، ای نفس در جان من، ای معلم خون هر شریان من، ای معلم ای تجلیگاه من، ای که نورت پرتو ایمان من. بیننده های گرامی شبکه جهانی وصال حق، بار دیگر در هر کجای از این گیتی پهناور که هستید و تصویر ما را دارید، عرض سلام و ادب دارم. در این برنامه راجع به وضعیت معلمین در افغانستان صحبت خواهد شد. در ابتدای برنامه ان شاء الله راجع به علم و جایگاه علم خدمت دو مهمان عزیز سوالات را مطرح خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه به سراغ چند تن از معلمین خواهیم رفت و در اخیر هم خدمت بیننده های نهایت عزیز و گرامی خواهیم بود با نظریات و پیشنهادات و سوالات شما. طوری که می‌دانید معلم محور اصلی
پیشرفت و شکوفایی هر جامعه و هر مجتمع و هر بگیم مملکت، کشور و شهر و روستا و غیره را تشکیل می‌دهد. بدون معلم صحبت از پیشرفت، صحبت از اصلاح، صحبت از بالاخره شکوفایی در جوامع مختلف امکان پذیر نیست و حرف گزاف خواهد بود. در ابتدای برنامه از محترم جناب مولانا صاحب مجیب الرحمن خواهش میکنیم که راجع به نقش علم و دانش به صورت عموم در سعادت و خوشبختی بشریت خدمت ما و بیننده های عزیز ما روشنی بیندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، خصوصا جناب استاد صیقل عزیز، سلام علیکم. نقش علم، جایگاه علم در عرصه سعادت بشریت ازهر من الشمس هست. اگر یک نگاه ما در دوران جاهلیت بیندازیم که بعد از حضرت عیسی علیه السلام که 570 یا 610 سال میگذره و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پا به عرصه وجود میگذارن و پیامبری مبعوث میشن، یک دوران مسما میشه به دوران جهل، به دوران جاهلیت. در هر زمان و مکانی که علم و دانش برطرف بشه جای او جهل میگیره. وقتی جهل آمد، جهل به همراه خود همه شقاوت ها، همه بدبختی ها، همه آفت ها، همه فلاکت ها رو به دنبال داره. دوران جاهلیت دورانیه که هیچ چیزی ارزش نداره. حتی انسانی که اشرف مخلوقاته در دوران جاهلیت امو جایگاه و او عظمت خور از دست میده. سبحان الله. مثلا انسانی که چقدر دارای عطوفت، مهربانیه، او انسان تبدیل میشه به یک گرگ درنده‌ای که و تا حتی میتونیم بگیم از یک حیوان هم پستر میشه. به بین حیوانات ما شاید چنین حیوان بیخی سراغ نداشته باشیم که او نسل خور و به اصطلاح او زاده خور از بین ببره و حتی او زنده به گور کنه. ولی دوران جاهلیت انسان چون از علم، از دانش دور مانده بود، جیگرگوشه خود را زنده به گور میکنه. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هنگامی که مژده و یا خبر دختر را میدادن که در فلان خانه دختر شده، چهره ها تغییر میکرد، تصمیم بیجا گرفته میشد. مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ايمسك على هون ام يدسه في التراب. قوم ترک بشه، جامعه ترک بشه یا ای زنده به گور بشه. همچنین میاییم در ارزش زنی که الله سبحانه و تعالی برای از اون مقام داده، منزلت داده، ارزش داده، او مثل یک حیوان خرید و فروش میشه، ارث نداره، اجازه حرف زدن رو نداره، اجازه مشوره دادن رو نداره، اجازه این نداره که در جامعه حرکت بکنه و بالاخره سمیه وار و خدیجه وار و عایشه وار و آسیه وار به دنیا ثابت کنه که این جایگاه داره، ارزش داره. و همچنین مسائل ظلم و ستم و بدبختی که در دوران جاهلیت انسانها که قدرت داشتن فقط حکومت میکردن و انسانهایی که ثروت داشتن حکومت میکردن، کل مظلومین و مستضعفین پایمال بودن. بت و بتپرستی به اوج خود رسیده بود، ظلم به اوج خود رسید. خلاصه میتونیم با یک سخن جمع بکنیم که دوران جاهلیت دورانی که هر طرف جهل بود. در کنار کعبه هم جهل بود، در کوچه و بازار هم جهل بود. کنار کعبه هم 360 بود گذاشته بود و کنار کعبه هم او بدعات و خرافات و چون علم، همه در تاریکی زندگی میکردن.
نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به پیامبری مبعوث میشن، در غار حرا قرار دارن، اولین آیه‌ای که جبرئیل علیه السلام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میکنه، در او آیه الله نمیگه که احرب، ای پیامبر با این ظالمین بجنگ، یا مثلا نمیگه که افهم، این ظالمینه و این مشرکینه و این جاهلار بفهمان. در اولین مرحله تا حتی نمیگه اعلم، خب تا خواندن نباشه دانستن اینیه. و میتونیم بالاخره از اضرب نگفت که اضرب بزن، اقتل بکش، این صیغه ها نیامد. در حالتی که ما و شما میگیم ظالم را از بین ببریم، جنایتکار را از بین ببریم، لفظ اضرب را میگیریم، اقتل را میگیریم، اینها را میگیریم. اولین آیه‌ای که به نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشه اقرأ، بخوان. این درس این آیه مبارکه برای ما میده که انسان به شقاوت رفته، انسان به بدبختی رفته، انسان به جهل رفته، انسان به گمراهی رفته، انسان جسمش، فکرش، ذهنش همه خراب شده. ایره پیامبر تو میخوای اصلاح بکنی. از این انسانی که قساوت قلب داره تو میخوای که یک قلب رؤوف و رحیم بسازی. از این انسانی که خلاصه امروز فرزند خور زنده به گور میکنه، فردا او فرزند به جامعه تقدیم کنه که او جامعه رو متحول بسازه. خب با چگونه وسیله؟ اقرأ، بخوان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مکرمه انمی آیات اقرأ بود برای جامعه خواندن بود. و این درس برای ما میده که سعادت برای بشر اسلام آورد، عزت به بشر اسلام آورد، تعالی و ترقی به بشر اسلام آورد، فوز و فلاح و رستگاری به بشر اسلام آورد. و اسلام هم در اولین مرحله از لفظ اقرأ شروع میکنه، بخوان. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. باز تاکید میکنه اقرأ، اقرأ، باز میگه بخوان. خلاصه اگر سخن رو جمع بکنیم به این که جامعه انسانی که سعادت، فلاح، فوز و رستگاری بخشید تعلیم و تعالیم اسلامی بود. تعلیم و تعالیم اسلامی. شما ببینید در بدر وقتی که اسرا آزاد میشن، شرط و شروطی که مسلمان ها میگذارن که هر اسیر 10 فرزند مسلمان خط‌نویسی یاد بده آزاد بشه. یه ارزش دادن به مقام علم، مقام معلمه. پس آیات زیادی هم ما در این عرصه داریم که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات انما یخشى الله من عباده العلماء. آیات زیاده داریم. هل یستوی، آیات زیاده که انسانی که میدانه و انسانی که نمیدانه اونها تشبیه به بینا و نابینا زده. بناهن قرآن عظیم الشان هم میگه که وقتی ای پیامبر به تو کتاب نازل کردیم، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات. دوران جاهلیت همه تاریکی بود. من الظلمات الی نور، تا اینا سوق بدی از تاریکی ها به سوی روشنایی. روشنایی چیه؟ روشنایی معلم بزرگ، معلم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پس استاد محترم از صحبت‌هایتان معلوم شد که اسلام بوده که به علم، به دانش ارزش خاص قائل شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم که وقتی که مبعوث میشن اولین کلمه‌ای که یا اولین آیه از وحی هم که نازل میشه در غار حرا طوری که فرمودید کلمه اقرأ بوده. پس چی باعث شده که فعلا مسلمان ها، فعلا جهان اسلام از علم دور ماندن؟ ما یک نکته باید اشاره بکنم که ما یک علم داریم، یک سواد داریم. میگیم فلانی عالمه، فلانی باسواده. علم تا سواد از هم فرق میکنه. سواد از اسود گرفته شده. یک شخص
سیاهی خطر میخوانه، کتاب رو میخوانه. درست. این میگیم با سواد. سواد در انسان سعادتمندی به بار نمیاره. امروز متاسفانه جامعه اسلامی، امت اسلامی اگر در مکاتبن، در مدارسن، در پانتونهاین و بالاخره تمام تلاش اینه که با سواد بشن، یعنی خط خوانده بشن، اکتفا میکنن. اما آیه نکته اینجا اشاره میکنه، میگه اقرأ، بخوان. خب خواندن به چی؟ به اسم ربک الذی خلق. بخوان که معرفت به خالق حاصل بشه. انسان بخوان تا خود را بشناسی. وقت انسان خود را شناخت و پروردگار خود شناخت، اینجا میشه عالم. عالم که شد، یعنی عالم در خود و با ذات اقدس الهی، اینجا یک انسان کامل میشه. یک انسانی میشه که هیچ وقت به بدعات، به خرافات، به بدبختی ها، به اینها دست نمیده. یک سوال در اینجا میاد که بعضی دوستا سوال میکنن، میگن فلانه کس عالم چرا رشوت میخوره؟ نه، او عالم نیه که رشوت میخوره، او باسواده. او باسواده. عالم چرا مثلا ظلم میکنه؟ او عالم نیه، ای باسواده. عالم اونه که از عذاب الهی واقف میشه. واقف باشه. عالم اونه که خوربه وقتی که به این آیه مثلا حضرت ابوبکر صدیق به آیه مبارکه میرسه که والله شدید العقاب، بیهوش میشه. بیهوش میشه چون درک میکنه که فردا در صحرای محشر از الله سبحانه و تعالی ذره ذره پرسان میکنه. پس بنان جامعه امروزی اگر به دنبال علم باشن، فوز و فلاح و رستگاری شامل حال از اونا میشه. اگر تنها به سراغ سواد باشن، چیز واضحه که مشکلات دنیوی شاید حل بکنه، ولی او خشیت الهی در دل کمتر پیدا میشه. خب جناب استاد، به اجازه تون میریم به سراغ مهمان محترم بگیم، یا مهمان نیستن بلکه خودشون کارگردان برنامه هستن. استاد به بعضی نکات اشاره کردن و میخوایم که شما به بعضی از تصاویری از علمای اسلام، از آن عده از علمای مسلمانی که در غنامندی علوم اسلامی طی عصور مختلفه تا گفته میتونیم تا اواخر دیگه همه قرون وسطا که میگن، بعضی تصاویر برای ما ارائه بکنین که مسلمانان، علمای مسلمان چه سهمی داشتن در غنامندی علوم مختلفه. بله، مثل که جناب مولانا انصاری صاحب اشاره کردن که دین اسلام دین علم است، دین فرهنگ و دین دانش است. با اولین آیه‌ای که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، دین اسلام میان دانش و جهل، میان علم و جهل یک خط واضح را گذاشت تا که از علم را از جهل جدا بکنه و جامعه را از جهالت به روشنایی علم بکشانه. دین اسلام در هیچ وقت، در هیچ گاه، در هیچ تعلیم و در هیچ حکمش با علم و دانش البته مخالفت نکرده. قسمی که جناب استاد اشاره کردن، آیات و احادیث متعددی در این مورد هست که دین اسلام همیشه فرزندان خود به تعلیم و تعلم و به آموختن و آموزانیدن تشویق میکنه و رغبت میده. یک دین جامد، یک دین خشک نبوده. قسمی که جمود و خشکی عادت کسایی بود که پیش از اسلام بودن، مثل که خداوند در موردشان میگوید که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. وقتی که برای مشرکین قریش گفته میشد که شما پیروی از او چیزی بکنین که به سوی شما نازل کرده شده و او کتاب الله و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اونا در جواب میگفتن که نه، بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما دنبال همون چیزی میریم که پدران و باباهای خود به او یافتیم. خداوند ایرا مذمت میکنه، میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اگرچه پدرانشان عقل نداشتن، چیزی رو نمیدونستن، راهیاب هم نبودن، باز هم این فرزندها به دنبال پدران جاهلشان میرفت که خداوند ایرا از این چیز مذمت میکنه.
پس دین اسلام به فکر و اندیشه و تفکر و تدبر همیشه توصیه کرده. قسمی که ما شما اگر تاریخ اسلام ورق بزنیم، واقعه خندق یا غزوه خندق یکی از دلایل مهم برای است که دین اسلام همیشه فرزندای خود توصیه و تشویق به سوی فکر و اندیشیدن و انکشاف و اکتشاف میکرده. قسمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که از اصحاب کرام پرسیدن، مشوره خواستند که از چهار طرف در محاصره قرار گرفتن چطور بکنن، اینجا سلمان فارسی رضی الله عنه مشوره حفر کردن و کندن یک خندق و یک کندکی را دادن که توسط از او راههای دخولی دشمن به مدینه منوره بند بکنه و این چیزی بود که در میان جامعه عرب معروف نبود، مروج نبود. پس زمانی که حضرت سلمان این مشوره و این پیشنهاد به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فوراً از این فکر و از این اندیشه استقبال کرد و خودشان در حفر خندق شرکت کردند. همچنین در قسمی که شما سوال کردین، در مرور تاریخ در اعصار گذشته اگر ما بنگریم، علمای مسلمان ها و دانشمندان اسلامی خدمات گرانبهای بجا گذاشتند. گرچه امروز فعلا علم و تکنولوژی و دانش همه طرف اروپا و غرب رفته و کشورهای اسلامی نسبت به اروپا البته از علم روس و از تکنولوژی نسبتا بهره‌مند نیستن به اندازه آنها. اما وقتی که ما به ماضی بنگریم، همه علم اونا از مسلمان ها گرفتن. تا زمانی که جنگ صلیبی اول و دوم رخ نداد میان مسلمان ها و عیسایی ها، جامعه عیسویت و جامعه مسیحیت مثل جامعه جاهلیت مشرکین قریش همین قسم یک جامعه کاملا جاهلی در یک دوران تاریکی و جاهلیت به سر می بردن که حتی به نام قرون وسطا یاد میشه. تا حالا اگر کسی دیگه نمادی از جهل درش وجود داشته باشه میگن که تو در قرون وسطا زندگی میکنی، یعنی در جهل و نادانی. اما بعد از این جنگ های صلیبی مسیحیت توانستند که از علومی که نزد مسلمان هاست استفاده بکنه. چندین مثال ما داریم، مثل جابر ابن حیان ما میتونیم که نام ببریم. جابر ابن حیان به حیث مؤسس و بنیانگذار علم کیمیا به شمار می روه. حتی ایرا دشمن ها، یکی از علمای انگلیسی دیوراند خودش میگوید که علم کیمیا در حقیقت مؤسس و بانی علم جابر ابن حیان است که یک عالم مسلمان هست، اندلسی هست. و همچنین امروز در طبابت اگر اروپا بسیار پیش رفته، اصل علم پس برمیگرده به عالم مسلمانی که ابن سینا نام داشت. مدیونشان هستند. بله، مدیونشان هستند و تا 100 سال پیش هم کتاب ابن سینا در تمام دانشگاه های اروپا که در کتاب طبش بله تدریس میشد و تا اکنون هم استفاده میکنن. همین قسم ابو ریحان البیرونی عالم ریاضیدانی هست که علم ریاضیات و قواعد و اسس علم ریاضیات بر دنیا و جهانیان به ارمغان آورد. همچنین ابن هیثم الفارابی که یکی از دانشمندان بزرگ فیزیک و یکی از بنیانگذارهای قواعد علم فیزیک به شمار می رود که عالم مسلمان است. همچنین محمد بن موسی خوارزمی ریاضیدان دیگر بوده. استاد شما نامگیری کنید تا فردا هم خلاص نمیشیم. و یعنی بنیانگذار تمام علوم امروزی وقتی که ما برمیگردیم به اصلش، بنیانگذار اینا، مؤسس اینها علمای مسلمان بودن. خب از این که میدانیم که دیگه وقتی که از علم صحبت میکنیم، از فضیلت علم صحبت میکنیم، از نقش علم و اهمیت علم، لابد و لاجرم که از معلم صحبت کنیم. استاد اگر میشه طوری که قبلا هم اشاره کردیم به صورت مختصر جایگاه معلم در دین اسلام و همچنین ویژگی های یک معلم خوب اگر به طور بسیار مختصر خدمت ما توضیح بدید. ارتباط به جایگاه معلم و ارزش معلم اگر سالها بگوییم کم گفتیم، به خاطر که هرچی که ما وصف معلم رو بکنیم، اصل معلم یا در رأس معلمین سردار انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم قرار دارند. اگر تمام
دریاها مرکب بشه و همه نیزارها به قلم تبدیل بشه، همه می خشکه و همه تمام میشه و وصف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تمام نمیشه. به طور خلاصه و فشرده قرآن عظیم الشان اشاره میکنه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. پیامبر برای شما اسوه حسنه، اسوه نیکیه در تمام عرصه ها. و آیات دیگری که قرآن عظیم الشان اشاره میکنه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمت و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وظیفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه مشخص میکنه که ای آمده و ایر فرستادیم تا این که تلاوت کنه به شما کتاب را، تا این که به شما را تزکیه بده و بالاخره علم و دانش و اینها در بین جامعه منتشر کنه. و ارتباط که مخصوص به عظمت و جایگاه معلم هست، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی می فرمایند که ان الله لم یبعثنی، الله سبحانه و تعالی مرا نفرستاده معنتا ولكن یبعثنی معلما و میسرا. الله سبحانه و تعالی مر میفرمایند که به کارهای بیهوده نفرستاده، بلکه مر فرستاده به عنوان معلم. اینجا لفظ مبارک معلم می آیه، معلما و میسرا، که در این راستا تلاش بکنم و آسانگیر باشم. جایگاه معلم و عظمت معلم نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنن که ان الله و ملائکته، همان الله سبحانه و تعالی و ملائکه خداوند لشکریه که غیر از الله سبحانه و تعالی دیگه هیچ کس نمیتونه که او بشماره و او بیان کنه. ولله جنود السماوات والارض، الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه برای خدای تبارک تعالی لشکریه در زمین و آسمان که هیچ کس تعداد از اینها رو نمیفهمه و نمیدانه. در اینجا آمده که ان الله همان خدا و ملائکه الله سبحانه و تعالی. باز اشاره میکنه و اهل السماوات والارض، اهل آسمان ها و زمین. باز هم اشاره میکنه حتی نمله، حتی مورچه‌ای که فی جحرها، در همون سوراخ خوب باشه. باز هم اشاره میکنه که بیشتر و بیشترتر ما ای عظمت رو بفهمیم، ای جایگاه بفهمیم. و حتی حوت فی البحر، حتی مایه ها در قهر دریا، اینا چی وظیفه دارن؟ لیصلون، اینها دعا میکنن. اینها دعا میکنن. برای کی دعا میکنن؟ علی معلم الناس الخیر، بر معلمی که برای مردم ها درس خیر میده، درس توحید میده. استاد اگر اجازه بدین اینجا چرا کلمه خیر ذکر شد؟ ما وقتی معلم میگیم عمومیت پیدا میکنه، اینجا چرا مقید شد معلم الخیر؟ اگر انشالله در لابلای برنامه وقت و فرصت باشه، ما وقتی میگیم معلم، خود معلم رو باید تعریف بکنیم. معلم چی معنا؟ بله. خود معلم یک لغت عربیه و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که علی معلم الناس الخیر. بله. یا در روایت دیگر اگرچه در روایت ضعف هست ولی اما روایت های دیگریه که او تایید میکنه که میفرمایند انما بعثت معلما، ما فرستاده شدم به صفت معلم. خود معلم اگر ما ایر بخوایم معنا کنیم به معنای آموزش دهنده، یا که معلم آموزگار که میگن آموزش دهنده. حالا خیلی در دنیا اشخاصی هستند که خیر آموزش میدن و خیلی اشخاصی شر آموزش میدن. میتونیم ما بگیم که معلم شریه و معلم خیری و این هم فضائل برای معلم خیر گفته شد. خیر پسی درود فرستادن اهل آسمان و زمین و مرچه ها و حوت ها اصلا مقید میشه به معلم خیر که او معلم خیر اگر در مکاتب، در مدارس، در پوهنتون ها فقط نیت از او که نیت خیر باشه. حالا معلمین عزیزی هستند که
انجینری تدریس میکنن، طبابت تدریس میکنن، فیزیک تدریس میکنن، کیمیا تدریس میکنن. پیشتر استاد بزرگوار استاد رحیمی صاحب اشاره کردن که دانشمندان بزرگ ما داشتیم که اینها بنیانگذار کیمیا و فیزیک و بالاخره ریاضی و اینها بودن. این تعلق میگیره به نیت انسان که انما الاعمال بالنیات. اصلا اگر اشاره کنیم به این که خود معلم 4 حرفه، خود معلم 4 حرفه. میتونیم که معلم میم و عین و لام و میم. بعضی از علما ایر تعبیر کردن که معلم خیر چی کسیه؟ گفتن که معلم میمش از مسئولیت گرفته شده. عجب. میمش از مسئولیت گرفته شده. یک معلم باید مسئولیت پذیر باشه. خب پس ویژگی های یک معلم خوب شما بیان وقتی که نگاه کنیم این نظیر از علم گرفته شده. علم. اگر رفت یک شخص به یک جای به عنوان معلم مسئولیت گرفت و علم نداشت، این نمیتونه نقش یک معلم خیر داشته باشه. میمش از مسئولیت، عینش از علم که باید با علم درست با تخصصی که داره سر صنف بره. لام از کلمه مبارکی لا اله الا الله گرفته شده که یک معلم باید تمام هم و غم از توحید باشه. معلم خیر. کار معلم خیر دیگه. کار معلم خیر وقتی که با مسئولیت، با علم، با کلمه لا اله الا الله سر صنف رفت، میم اخیر از مقام گرفته شده. اینجا الله برای از این مقام والا و بالا میده. ایر معلم خیر هست. و ارتباط به ویژگی های یک معلم، اگر شما وقت و فرصت داشته باشه برنامه شما، اگر میشه به شکل محتوار ذکر کنیم. اصلا وظیفه معلم از اشرف الوظائف هست. متاسفانه امروز در کشور ما، در افغانستان، یک شخص وقتی که از همه کارها موند، همه نمیگم بعضی، وقتی بیکار موند، دولت دیگه کار میسر نشد، رفت معلم شد. معلمی کار ساده ای نیه، کار آسانی نیه که معلم از هر کاری بمانه، از هر شغلی بمانه، از هر درآمدی بمانه، به دست آخر بر معلم بشه. این نکته باید معلمین ما متوجه باشن که وظیفه المعلم من اشرف الوظائف. وظیفه معلم از بالاترین وظایفه. یک معلم وقتی که سر صنف میره، یک معلم وقتی که وظیفه مبارک و مقدس قبول میکنه، ما به طور خلاصه و فشرده، باز اگر میان برنامه داشتیم هرچی داشتیم میشه که بین صحبت ها میان برنامه هم پخش بشه. ما 14 خصوصیات یک معلم خوب بیان میکنم. خب میشه به چند تاش اشاره بکنیم. اول، معلم باید به اخلاص و نیت پاک این وظیفه قبول کنه. انما الاعمال بالنیات. الله سبحانه و تعالی با نیت ها معامله میکنه. این کار وظیفیه که وظیفه انبیاء علیهم الصلاة والسلام. سر صنف رفت، ویژگی یک معلم خوب و شایسته، معلمی که خدا و ملائکه و فرشته های زمین و آسمان و مورچه ها و مایه ها همه به او دعای خیر میکنن، سر صنف به اخلاص و نیت پاک داخل بشه. دوم، علم درست داشته باشه. پیشتر اشاره کردیم. متاسفانه امروز در افغانستان بعضی از معلمین ما نامش معلمه ولی تخصص در علم خونه نداره. در حالی که استاد اگر حرفتان قطعم کردم، در بحث تخصص ما و شما حدیثی داریم که می فکر کنم تکنیک و تکنیک امروزه که میگن ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. الاتقان. تخصص خود تخصص در دینه. اصلا شما ببینیم وقتی یک معلم سر صنف میره، اگر او در همون مضمونی که درس میده وارد نباشه و خود از اون نفهمه، طرف چی میخواد بفهمانه. مهم اینه که وظیفه یک معلم خوب و شایسته با علم درست و تخصص درست
اگر معلم ریاضیه باید در ریاضی تخصص داشته باشه، اگر معلم قرآن باید در قرآن تخصص داشته باشه، تا اینکه فرزندان مسلمان، تا اینکه در جامعه تحول ایجاد بکنه. سوم، وظیفه مبارک و مقدس بدانه. معلم با معلمی خود باید افتخار بکنه. متاسفانه امروز جامعه ما مشکل هم از ملت هم هست، مشکل از خود معلم هم هست. جامعه ما احترام به معلم درست و صحیح نمیگذاره و معلم ما هم به وظیفه خود احساس حقارت، احساس خوردی، احساس ایر میکنه که ما یک معلمیه. مثلا از او که شما ببینیم وقتی از او پرسان میکنن، از بعضی انسان ها از او پرسان میکنن شما برادر عزیز و گرامی شما چی وظیفه دارید؟ فلان وظیفه فلان، یک معلمی هم دارم. این در دست اخیر در ضمن وظایف. یا مثلا فلانی هیچ وظیفه نداره، خب بیکار هست، نه یک معلمی هم داره. این حرف اشتباه هست. معلم باید وظیفه رو برای خود مبارک و مقدس بدانه. چرا؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم معلم بودن، معلم بشریت. میگن الله مر نفرستاده مگر فرستاده به عنوان معلم، به عنوان ای که من جامعه راهنمایی بکنم. اینا شاید تو فکر کنن که همون حدیثی که العلماء ورثة الانبیاء، تنها علما به معنایی که همون کسی که فقط وظیفه وعظ و ارشاد به دوش داره. وقتی که ما اشاره میکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معلم بشریت و بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم العلماء ورثة الانبیاء که گفته شده، تمام همه شامل میشه. اصلا عالم رو میتونیم بگیم که معلم رو میتونیم بگیم عالم، ولی این شرایطی که ما بیان میکنیم که در از اون نباشه که او باز میره جز معلمین شر میشه. هدف ما می بود که معلمین شر میشه. بله. چهارم اگر بیان کنیم که یک معلم خیر اینه که ابتغاء الاجر و الثواب من الله. وقتی سر صنف میره تمام هدف ازی و پاداش خور و اجر خور از الله بخواه. ای که معاش دولت میده، معاش بالاخره کسی بری از اون میده و در ضمن معاش میایه، اصل و هدف و مطلوب ابتغاء، جستجو بکنه و طلب بکنه اجر و ثواب من الله سبحانه و تعالی. پنجم، در وظیفه خود صادق باشه، وظیفه صادقانه پیش ببره. قرآن عظیم شان اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شما به همراه صادقین باشین. معلمی که فرشته و ملائک در حق از دعا میکنه، او معلمیه که در وظیفه خود صداقت داره. علما بیان میکنن و میفرماین که الصدق نجات للمعلم فی الدنیا والآخره. جالبه که صداقت به همه راه نجات، فلاح، رستگاریه، ولی یکی از بزرگان خاص میکنه میگه الصدق نجات للمعلم، برای معلم. این نجات در کجای؟ فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میفرمایند که ان الصدق یهدی الی الجنه، راهنمایی میکنه به طرف بهشت. و یک معلم خوب و یک معلم شایسته و یک معلمی که واقعا در مسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرار میگیره، باید به وظیفه خود صادق باشه. خب استاد اگر اجازه میتین ما یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از اون انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و خدمت معلمین عزیز. بیننده های عزیز و گرامی، با هم به سراغ یک میان برنامه میریم و با ما باشیم. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر اینکه آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. ونعانق العيش الهني نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة بالصحب والآل من القلب. سه تا عامل در تربیت فرزندان و نسل آینده دخیله. عامل اول والدین، پدر و مادر. والدین عامل اول. عامل دوم معلم. عامل سوم دوست و رفیق. سه تا عامل، چیز دیگه نیست. اگر پدر و مادر خوبی داشته باشن بچه های ما، اگر دوست و رفیق و همنشین خوبی داشتن بچه های ما، اگر معلمین و علمای خوبی داشتن بچه های ما، نسل آینده نسل خوبی خواهد شد. الصحب والآل من القلب. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، با عرض سلام مجدد با برنامه قلب آسیا خدمت شما هستیم و طوری که اطلاع دارین موضوع برنامه هم وضعیت معلمین در افغانستان است و خدمت مهمانای برنامه هر یک مولانا صاحب مجیب الرحمن انصاری و استاد امام الدین رحیمی هستیم. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت معارف یا وزارت آموزش و پرورش افغانستان، به تعداد تقریبا 210,000 یعنی 210,000 معلم در 17,080 با مکتب در افغانستان مشغول تدریس هستند. مشغول تدریسی که تقریبا بیش از 10.5 میلیون شاگرد در 17,080 مکتب در افغانستان مشغول تدریس هستند. خب البته وقتی که ما وضعیت معلمین میگیم، هدف ما فقط همون معلمین هستند که معلم خودش لفظ عام است و معلم هدف ما اینجا معلمین مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه افغانستان می باشد. جناب رحیمی صاحب، اگر چون وقتی که ما را ما میبینیم که بیش از 210,000 معلم در بیش از 17,080 با مکتب مشغول تدریس هستند، اینطور یک فکر در ذهن آدم میایه که مثل ازی که افغانستان تقریبا باید 90-80% باسواد داشته باشه. میشه اگر در ارتباط به آمار باسوادی، همون سوادی که جناب مولانا صاحب عرض کردن، برای ما چیز معلومات ارائه کنیم؟ بله، قسمی که شما اشاره کردین بیش از 210,000 معلم در تعداد بزرگی از مکاتب مصروف تدریس هستند. شاید انسان وقتی که این آمار را بشنوه و فکر بکنه که یقینا فیصدی سواد در افغانستان بالا رفته باشه و فیصدی بیسوادی شاید کم شده باشه، اما متاسفانه چنین نیست. تا حال هم یکی از مشکلات بزرگ جامعه افغانی ما عدم سواد و بیسوادی بوده، جهل بوده، عدم دانش و فرهنگ بوده که قرار سازمان ملل متحد
آماری را که سازمان ملل متحد صادر کرده تا حال هم 66% مردم افغانستان کاملا بی سواد هستند. 66% ملت افغانستان کاملا بی سواد هستند، به این معنا که هیچ خواندن و نوشتن را یاد ندارند. یعنی جانب دیگه 34% میمانه که 34% مردم افغانستان با سواد هستند. باز در وقتی با سواد میگم البته به چه اندازه خیلی علم داشته باشن. باز شرح سوادش کسایی که سواد داره و با سواد هست، 34% بیشترین اینها را کسایی تشکیل میتن که فقط خواندن و نوشتن را یاد دارن بدون از اینکه کدام مستوای علمی مثل لیسانس یا ماستر و دکتر به این شکل البته نبوده. بیشترین 34% کسایی تشکیل میتن که خواندن و نوشتن را یاد داره و همچنین 90% زنهای افغانستان در روستاها و قریجات در اطراف بی سواد بوده. 90% زنها در اطراف و در قریجات در روستاها بی سواد هستند که تنها 10% سواد داشته و 10% هم بیشترش تنها خواندن نوشتن عادی را شاید یاد داشته باشه. و همچنین 9,500,000 افراد بالغ که از سن 15 سال 16 سال بالا 9.5 میلیون افراد بالغ در کشور ما بی سواد داریم که 5.5 میلیون از این طبقه اوناس و زنها تشکیل میده و 4 میلیون از این مردها تشکیل میده. و اگر نظر به طرف اطفال بکنیم، باید اطفالی که پایان سن بلوغ هستن، مثلا میان 7 تا 12 اگر ما بگیریم، باید در این سن اطفال و اولادای مسلمان ها باید دروازه مکتب و مدرسه بروند، علم و دانش بیاموزند. در اینجا باید فیصدی بالاتر میشد، اما اینجا هم متاسفانه 48% اطفالی که میان سن 7 تا 12 هستند، یعنی باید اینها شاگردای مکتب ابتدایی و متوسطه باشه، اینها بی سواد هستند و دروازه مکتب نمی روند. و همچنین شرح سواد بیشتر از سن 25 سال به بالا بوده که 17% کسایی که با سواد مهیا هستند و با سواد هستند، دانشمند هستند یا دانش آموز هستند، یعنی سواد دارای مدرک به اصطلاح لیسانس یا 12 پاس در افغانستان بگیم، یا شاید از 12 پاس بالا، 14 پاس. بله. او 17% بوده که این آمار بسیار زیاده خوشایند نیست به نظر. این در حالی است که باز هم برمیگردیم به آماری که در سایت وزارت معارف افغانستان نشر شده. استاد در سال 1380 هجری شمسی میگن تعداد معلمین در افغانستان 20,700 معلم بوده و تعداد مکاتب در او وقت به 3,400 با مکتب میرسیده. یعنی فکر کنین که از سال 1380 و این آخری آمار که البته آمار سال 1392 باشه که تعداد معلمین از 20,700 مکتب به 210,000 میبخشین، از 20,700 معلم به 210,000 معلم میرسه و تعداد مکاتب از 3,400 مکتب به 17,080 با مکتب میرسد. اما استاد با وجود از این میبینیم که نسبت باسوادی در افغانستان، فیصدی باسوادی درصد علم باز هم از 34% تجاوز نمیکنه و طبق آماری که استاد گفتن 90% زنهای افغانستان از نعمت سواد برخوردار نیستن، در حالی که طبیعی است که میبینیم که زن است که دیگه خانه را میسازه، زن است که جامعه را میسازه. علت از این چی بود استاد؟ قبلا ما و شما شرایط و ویژگی های یک معلم خوب بررسی میکردیم که 5 ویژگی بیان کردیم. بسیار سوال جالب کردیم. وقتی کسی که تربیه شده باشه با عنوان معلم و این ویژگی ها مد نظر نداشته،
و رشد کرده، بزرگ شده، بیخی لیسانس خوانده، مستری خوانده، دکترا خوانده، رفته به صفت وزیر. به این شرایط برابر نبوده. وزیر معارف ما و بسیاری از رؤسای معارف، همر نمیگم، بسیاری خود از اینا مشکل دارن که علم به کل افغانستان نرسیده. یعنی افراد شایسته در بسیاری از ولایات سر کار نیان که اگر وقتی از ملت ها بره پرسان بشه، از ملت پرسان بشه، از شهرها پرسان بشه که فلان رئیس معارف آیا لیاقت و شایستگی این سمت و این مسئولیت داره، باور کنیم که من به زبان تون میگم همر نه. بعضی از ریاست های معارف اگر من رئیس جمهور باشم و من وزیر معارف باشم، گوچرونی رم برای از اون نمیدم. استاد بسیار میبخشید. که یک گوچران باشه که یک حیوان هم او لیاقت نداره که در مقابل از او مسئولیت یک چیر بگیره. ولی امروز متاسفانه جناب استاد سیغل صاحب، معارف افغانستان که خراب شده، معارف افغانستان که زیر سوال رفته، ملت افغانستان که بی سواد شده، اشخاص بی سواد سر کار آمده. بر علاوه که بی سواد، بد اخلاق، بر علاوه که بد اخلاق، فسادکار. البته طبق گفتیم برخی ها، ما بعضی عمومیت نمیتیم که باز برداشتای درست نشه. ولی ایر به صراحت کامل ما از می شبکه بیان میکنم که به صحرای محشر از تو وزیر معارف خداوند پرسان میکنه که بسیاری از ریاست هایی که تو به دست انسان های بد اخلاق دادی و مکاتب را به سمت سوی بد اخلاقی میکشانه، خدا به صحرای محشر از تو پرسان خواهد. خب استاد به اجازه تون میریم، چون گفتیم که وضعیت معلمین در افغانستان عنوان برنامه است که از مهمانای برنامه به نام مدیر صاحب عبدالجبار خان، مدیر تفتیش معلمین ولسوالی فیض‌آباد که البته ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان هستند، پشت خط با ما هستند. محترم مدیر صاحب عبدالجبار خان، سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. بخیر هستین؟ لطف خداوند. صدای ما را دارین؟ سلامت باشین استاد. خدمت شما هستیم. چیزی گفتنی درباره عنوان برنامه را گفتیم که وضعیت معلمین در افغانستان، معلمین از چه مشکلات دیگه شکایت دارن، چه مشکلات دارن. میخوایم از زبان شما که به حیث مدیر تفتیش معلمین در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان ایفای وظیفه میکنین بشنویم. تشکر. بسیار توضیحتون بر ما وقت دادین و مشکلات معلمین ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان بله که ما بر شما ارائه میکنیم و از صدای ما را شما نشر میکنیم. دوستان از اتاق کنترل خواهش میکنیم که صدای مدیر صاحب کمی بلند بکنن که بفرمایین. خدمتتان هستیم، شما صحبتایتان ادامه بدید. تشکر. چند نکته ما اینجا یادداشت گرفتیم که ما براتون ارائه میکنیم، شما از چینل خود را نشر بکنیم. اولین مشکل معلمین ولایت جوزجان، نه تنها ولایت جوزجان بلکه در افغانستان، معلمین ما که اشتراک به سیستم جدید که رقابت آزاد نام گذاشتن، رقابت آزاد اشتراک میکنن و امتحان میدهند. بعد از سرنمودن امتحان یا کامیاب میشوند و بعد از ازمال وظیفه دوباره به نام امتحان مهارت‌های ملی معلمین دوباره امتحان دیگر میگیرند که سیستم جدید یعنی رسوب ماش میشوند. تا که امتحان رسوب ماش میشوند اینا تقریبا یک سال از سیر میشن. یک مشکلشان بود و مشکل دیگر که در مورد داشتن سمینارهای آموزشی برای معلمین در افغانستان که در سالهای 1381 و 82 در سطح ولایات دایر میشد و همچنان سمینارها در این اواخر به کلی کم هست، دایر نمیشه. معلمین ما از این میگه هم به مشکلات هستند و نکته دیگه از مثال تعلیمی واحد در افغانستان کم به نظر میرسه. به این خاطر که مثال تعلیمی در افغانستان در یک سال یا دو سال اصلا تغییر پیدا میکنه
و معلمین ما که در یک نصاب آمادگی میگیرن در سال دیگر که ما قبل از نصاب تعلیمی تغییر پیدا میکنن و معلمین ما در این نوع هم مشکلات دارن. بله. و دیگه معلمین که مکاتب به نظر وزارت استخدام میکنن نسبت قید بودن تشکیل که برای یک مکتب تقریبا ما 20 تدریسی داشته باشیم، برای 25 معلم یا 26 معلم ضرورت داریم. بله. از طرف وزارت ما یا به این مکتب ما مثلا 25 داریم یا بحث تشکیل قید کردن و معلمین ما که به اینکه مقرر میشه نظر به تشکیل است و کمبود معلم به اینکه ما را روبرو ساخته و در این مشکلات زیاد ما مواجه هستیم. به خاطر که معلمین به مکتب 25 نفر ضرورت باشه یا به ما 15 نفر معلم تشکیل دارن و کمبود معلم است و شاگردای ما بدون معلم بدون سرپرستی صنف‌های ما باقی مانده. و دیگه یک مشکل معلمین ما که دارن برایشان البته شهرک‌های معلمین وعده شده طرف وزارت مورد و برایشان شهرک‌ها توضیح نشده و اگر توضیح هم شده و ما حالت باقی مانده و کسی نیست که کسی آمده نیست که کدام مؤسسه خارجی یا داخلی یا خود وزارت مورد یا برایشان اولی یا خانه که تحضیرشان شده نه تنها به اول فوجا حتی به ولایت و مرکز هم همین کار نشده که برایشان خانه اعمار بکنن و تحضیرشان شده. خب دیگه مشکل معلمین ما در مورد اعمار مکاتبشان است. ما در ولسوالی خود 32 باب مکتب داریم. 32 باب مکتب داریم. در 32 باب مکتب ما 24 بابشان تعمیر داره و تعمیرش هم گنجایش شاگردای مکمل ما رو نداره. یک تیم دی مکاتبی که گفتین مکاتبی که صاحب تعمیر است دیگه 24 مکتب از تعمیر برخوردار هستن. در اینجا چند تیم درس میخوانن؟ فقط از طرف صبح یا نه که از طرف بعد از پیشین بگیم باز هم درس دارین؟ در 24 مکتب ما که ما ختم نشده 24 مکتب ما هر مکتب تعمیر اعمار نمودن و مکتب داریم که 15 شعبه تدریسی دارن، 15 شعبه تدریسی دارن، مگم اونجا 3 باب اتاق دارن. 3 باب اتاق ما با 3 دوره هم استفاده نمیکنه که 3 دوره هم دیگه نو سنف ما میشه. نو سنف ما رو بازم 6 ما باقی میمونن و دیگه هاشون در مساجد هستن یا زیر خیمه هستن یا در بدون سخت یا در فضای آزاد تدریس میکنن یا هم به این مشکل مواجه هستند. و دیگه اخت معلمین جاهایی که دور هستند ما معلمین که ما داریم برایشان فوکس نیست و وسایل عمله ندارن و در رفت آمد بسیار مشکل است. رفت آمدشان بسیار مشکل است و رفت آمد کردن نمیتونن و هم در این اواخر موتورسیکل که بود موتورسیکل اینا رفت آمد میکردن توسط نظامی های ولایت ما قید شده. رفت آمد در مکتب از خانه تا مکتب بسیار مشکل مواجه هستند. این مشکلات است که ما در این اواخر برای معلمین ما ایجاد شده و هم معاش کافی ندارن. مثلا در افغانستان یک معلم ما 60,000 افغانی تقریبا به دلار 120 افغانی میشود. چند گفتین محترم استاد عبدالجبار خان چند گفتین معاشه؟ معاشی که فارغ 12 باشه یا فارغ 14 فوق بکالوریا که بکالوریا یا 6500 یا فوق بکالوریا 6750 افغانی تقریبا در حساب دلار 120 دلار میشود. 120 دلار برای یک معلم یک استاد بسیار معاش ناچیز است. اگر در این مورد هم معلمین ما بسیار به مشکلات مواجه هستند. یا بسیار تقاضا نمودن که با وزارت مورد چندین بار اینا مراجعه نمودن، درخواست دادن که ما خودم شاهد هستیم و درخواستشون ما خودم بردیم برای مراجعه نمودیم در ریاست مورد و وزارت مورد. این ماشان یک بالا بکنم ماشان یک ماش
داده شود که باید فامیلشان به چیز کفایت بکنن، مگر نیست که صدای از را نشنیدن. و از این نگاه هم معلمین ما بسیار مشکلات مواجه هستند. خب مدیر صاحب، هدف از این برنامه هم رساندن صدای شما به گوش مسئولین دولتی افغانستان بود که خودتان از زبان معلمین، از زبان مسئولین معارف ولسوالی ها، مسئولین معارف ولایت ها، ما صدای از اینا را به گوش مسئولین دولتی بشنوانیم که اینا چه مشکلاتی دارند. مشکلات از طرف خود معلمین، فقط ما خط وصلی بودیم بین شما و بین مسئولین. شما مشکلات خود گفتین و انشاءالله امیدواریم که مسئولین دولتی هم صدای ما را و صدای معلمین عزیز افغانستان، صدای انسانسازا را بشنوند و پاسخ مثبت ارائه بکنند. خب جناب مدیر صاحب، از اینکه وقت پربهایتان، دقایق از وقتتان خدمت ما گذاشتین، ما اظهار سپاس میکنیم و ما از طریق این منبر از تمام مسئولین دولتی خواهش میکنیم که اگر جواب دارند با برنامه تماس بگیرند. تلفن برنامه زیرنویس شده و خدمت جواب معلمین عزیز ما و مسئولین معارف، مسئولین علم در ولایات افغانستان، در ولسوالی های افغانستان به جواب بدن. خب جناب مدیر صاحب، یک بار دیگر هم از شما تشکری داریم. تشکر از شما. سلامت باشین، سلامت باشین. خانواده. خب استاد دیدین مشکلات مردم، یعنی تقریبا 5-6 نقطه رو ذکر کردن. مشکلات در افغانستان جناب استاد صیقل صاحب قبلا هم اشاره کردم، مشکل در رأس معارف وقتی ساخته باشه، دیگه کشورها هم معارف دارن. بله. دیگه کشورها هم نظم و نظام تعلیم دارن و کشورهای اسلامی و تا حتی کشورهای غیر اسلامی. رأس انسانهای شایسته هستند. در کشورهای غیر اسلامی اگر ایمان ندارن، وجدان دارن. اما متاسفانه بعضی از مسئولین در افغانستان در کناری که ایمان ندارن، وجدان هم ندارن. هر دور خدا از اینا گرفته. در یک کشور غیر اسلامی یک شخص زندگی میکنه، مسئولیت داره و مسئولیت وقتی که در همون چوکی می نشینه ایمان نداره، ولی وجدان داره که من امروز مسئولیت گرفتم، در زیر دستم یک ملت قرار داره، باید به نفع ملت کار بکنم. ولی بعضی از مسئولین در افغانستان به صراحت کامل من میگم که اینا چنان شیطان گمراه کرده، بدبخت کرده، شقی کرده، فقط هم و غم اینا دنیا شده که من مطمئنم که آرزوی دنیا اینا همه به گر خواهد بردن و بعد از اونها نسل اونها، ورثه اونها حیف و میل میکنه و اونها مگر جواب بدن. اینها در قبال این ملت مسئولیت دارن. شما ببینیم اگرچه بحث ما حاشیه نریم، در افغانستان خیلی اقشاری هستند که معاش میگیرن، اما ما معلمین رو میگیم، تا حتی هم وزارت معارف که به زیر اثر از او معلمینن، بله، وزارت ارشاد، معلمین انسانسازها، وزارت ارشاد که زیر اثر از او علماین. برادر ما پیشتر اشاره میکنه که مثلا 6,000 یا 6,500 میشه $120 افغانی. $120 که میشه 6,500 افغانی. یا یک عالم و خطیب که در زیر اثر ارشاده، او هم داره مثلا $100. اما تو وزیری که معاش تو $15,000، تو رئیسی که دسترخوان تو مای $2,000، تو چی میکنی؟ وظیفه تو وظیفه تو چی هست؟ تو چه کار کردی؟ کاش که در همون معاش هم که گرفتی به صداقت کار میکردی، به ایمانداری کار میکردی، میخواستی میرفتی تک تک مکاتب افغانستان رو میگشتی و بالاخره مشکلات مدارس، حوزه‌های علمی، معلمین و اینها. ما پیشتر از جمله یک معلم خوب
این دل آدم جناب استاد صیقل صاحب خیلی تسلی میده که ما برای تمام معلمین عزیز و گرامی که معلم خیر هستن به اینه که ایر فراموش نکنید که خدا، ملائکه، فرشته های زمین و آسمان، مورچه های روی زمین، مایای قهر دریا، همه در حق شما دعا میکنن و عکس این در حق او مسئولی که حق تو پایمال میکنه و متوجهتون یا در حق از اون نفرین میکنن، لعنت میکنن. این خوب متوجه باش. اگر در دنیا عدالت صورت نگیره، من و تو ذات داریم که احکم الحاکمین و اعدل العادلین، که هموته که در حق تو دعای خیر میشه، در حق اون مسئولی که حق معارف، حق ملت افغانستان پایمال کنه، به حق از اون لعنت میشه و تو مورد رحمت پروردگار قرار میگیری و کسی که حق ملت ارضای میکنه مورد لعنت پروردگار قرار میگیره. اگر استاد فکر کنین که ما دائم مثال میتیم که ژاپن، کشور ژاپن که یک جا با افغانستان در یک سال استقلالش میگیره، ژاپن میبینیم که در کدام سطح، در کجا قرار داره و در ژاپن گفته میشه که تنخواه معلم برابر به تنخواه وزیر است. استاد یه آمار میخوانده به تنخواه وزیر و اما حسانت دیپلماسی که میگن حسانت دیپلماتیک هم داره و اینقدر ارزش میتن. از امپراتوری ژاپن میگه سوال کردن که چرا شما پیشرفت کردین؟ جوابشی بود که ما از جای شروع کردیم که دیگران در اونجا چی کردن؟ توقف کردن. استاد رحیمی، ما دیدیم که این بیننده عزیز، این جناب مهمان ما بگیم مدیر صاحب عبدالجبار خان گفتن که تنخواه دیگه ما از 6,500 شروع میشه. اما در سایت وزارت معارف فکر کنم که آمار دیگر اینو نشر کردن که تنخواه معلم از این شروع میشه و همچنین اگر میشه درباره تنخواه‌های معلمین در کشورهای دیگر، در کشورهای بگیم که آسیایی، نمیریم به سراغ کشورهای اروپایی و از کشورهای آسیایی باز هم ژاپن مثال نمیگیریم، به یک دو کشور اسلامی اشاره بکنیم. بله، مشکلاتی را که جناب مدیر صاحب عبدالجبار خان ارائه کردن واقعا یک بخشی از مشکلاتی بود که معلمین افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنن و با این زیری مشکلات قرار دارن. خداوند مشکلات اونا را حل بکنه. یکی از بزرگترین مشکلی که اشاره کرد جناب مدیر صاحب کم بودن معاش است که گفتن به دلار $120 یا به افغانی 6,500 افغانی، تقریبا 6,500 افغانی را اگر ما شما فکر بکنیم به یک فامیلی که اگر 5 نفر هم در یک فامیل باشه، به نظر من در قیمتی کفایت نمیکنه. بسیار یک معاش ناچیزی هست. اما در مقابل قسمی که شما اشاره کردین، نام ژاپن گرفتین، در ژاپن یک معلم سالانه از $32,000 گرفته تا 68,000. 68,000 فکر کنید، از $32,000 تا 68,000 معاش یک معلم، بر علاوه امتیازات صحی و غیره که دارن، بر علاوه از او تنها بله بیمه‌هایی که دارن، بر علاوه از او نقدن یک معلم سالانه 32 تا 68,000 دلار آمریکایی را وصول میکنه. نظر به اسناد و مدارک که داره، البته بله، تجربه کاری. بله. و همچنین در سنگاپور که کشوری آسیایی دیگه هست، از $24,000 گرفته تا $47,000 معاش یک معلم از سالانه. البته و همچنین کشور دیگه اسلامی که اندونزیا پرنفوذترین کشورهای اسلامی به شمار می روه، کشوری که بیشترین عدد نفوس هم داره. بله، در اندونزیا یک معلم ماهانه از $316 گرفته تا $700 که معاش معقولی هست. اما در افغانستان در سایت وزارت معارف ذکر شده که یک معلم از 7,190 افغانی گرفته تا 18,840 افغانی. البته 18,840 افغانی برای دکترا شاید باشه، کسایی که مرحله میگن 40 سال بعد از 40 سال تجربه کاری داشته باشه و سند دکترا داشته باشه و چطور و چنان. خب به این معناست که او را بعد از اینکه او بیچاره وفات میکنه و در قبر میره و بعد از او البته روان میکنن 18,000 دیگه. این مشکلی واقعا جدی هست. یعنی تعجب میکنم استاد، اینا دائم ما میبینیم که مسئولین دولتی افغانستان علت از ایره 30 سال جنگ، 30 سال بی‌ثباتی، 30 سال ناامنیتی،
این شعار است. من نمیفهم که دیگه اگر ما و شما ادامه بدیم به همین وظایف یک معلم، چون همین وزیری که امروز وزیره یم دیروز درس خوانده، معلم شده، از معلمی به وزارت رسیده، یم صنف 12 خوانده، 14 خوانده، 16 خوانده، پانتون خوانده، ولی همین شرایط و همین ویژگی ها به او برابر نیه که امروز بهانه های مختلف داره. ما پیشتر شما اشاره کردیم از معلمین کشورهای اسلامی. من یک خاطره دارم. در وقت حج، موسم حج، با یکی از برادرانی که عرب بود، ای فی سبیل میداد، با این هم کلام شدیم که فی سبیل و بالاخره یعنی در راه الله سبحانه و تعالی خیرات میداد، صدقه میداد. بله. خب هر آنچه که از میوجات بود و هر چی که بود ای در راه الله سبحانه و تعالی برای حجاج تقسیم میکرد. بله. خلاصه با این گفتگو کردیم. ای گفت که ما و خواهرم، ما هر دو نفر معلمیم، سالانه فیصدی 1%، 2% یا چند فیصد از معاش معلمی خود کنار میگذاریم در راه الله سبحانه و تعالی. آخر سال 65 قریب 70,000 ریال پس انداز میشه از یک معلم. از یک معلم پس انداز میشه. ما ایر با هم در راه الله سبحانه صدقه میدیم. حالا شما از یک معلم افغانستان پرسان کنیم که از معاش تو سالانه یا ماهانه چقدر پس انداز خواهد شد؟ اصلا چقدر کل معاش چقدر میشه؟ بگذارین. نه پس انداز ایر بگیم. پس انداز ایر بگیم. از معلم وقتی که سر دل معلمین باز بشه و چقدر مشکلات سر راه ای قشره که باید به فکر آرام، به فکر جمع، به فکر که فقط گفتم یگانه چیزی که معلمین ما تسلی میده اینه که اجر و پاداش از اینا نزد الله سبحانه و تعالی. ما به طور خلاصه و فشرده می ویژگی های معلم خوب بیان میکنیم که به آینده اگر یک شخص وزیر میشه، یک شخص رئیس جمهور میشه، او هم معلمه، اسمی شده رئیس جمهور، اسمی شده وزیر. معلم برای راهنمای بشر هست. سوال اینجاست که امی کسی که معلم است، امی کسی که رئیس فلان اداره است، امی کسی که وزیر است، امی کسی که طبیب است، امی کسی که اقتصاددان است، امی کسی که بهترین مهندس است، ایره کی تربیه کرده؟ اگر سوال شود ایره کی تربیه کرده؟ کی آموزش داده؟ وقتی اگر که معلم اگر ایره آموزش داده، پس معلم باید یک کتاز میدان باشه. پیشتر اشاره کردیم که شاید بسیاری از وزیرا ما فقط سواد دارن، علم ندارن. سواد دارن، علم ندارن. اگر علم میداشتن از خدا میترسیدن. خدا ترسی در وجود کسی نبود. او علم نداره، او سواد داره، ولو که دیپلم های دنیا رو گرفته باشه، ماستری های دنیا رو گرفته باشه، دکترای دنیا رو گرفته باشه، فقط شخص با سوادی هست، شخص عالمی نیست. چون علم صفت ذاتی پروردگاره. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. علم خیر کثیر گفته شده، خیر کثیر. پس در این قسمت مهم اینه که در مکاتب تعلیم و تربیه خیلی نقش داره. امروز در افغانستان، در اکثر مکاتب افغانستان تعلیم هم که کاسته شده، در عرصه تعلیم هم کاسته شده، تربیه هم هیچ نیست. امروز باند از مکتب حرکت میکنه، باند و باندبازی شده. امروز داخل صنف علیه همدیگر، داخل مکاتب علیه همدیگر، و بالاخره چرا یک شاگرد دست بلند میکنه سر معلم؟ این سوالیه، چرا شاگرد دست بلند میکنه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شب میخواستن بخوابن، پس برخواستن سر ای طرف گذاشتن. از اونا کسی که مهمان بود یا در اون خانه بود با اونا همراه بود پرسان کرد، گفت که شما چرا چنین کردین؟ گفتن این طرف خانه استازم بود که ما پا خور دراز نکردم. سبحان الله. امروز شاگرد دست بلند میکنه سر معلم. چرا؟ به خاطر که در مکاتب ما تعلیم اگر هست تربیه فراموش. شما ببینید میگن وزارت تعلیم و تربیه، تعلیم و تربیه. تربیه هم کدام تربیه؟ تربیت الاسلامی. تربیه باید تربیه اسلامی باشه، به کنار هم باشه. خب استاد اگر به اجازهتون باشه، یک کسی، یک خانم، یک معلمه عزیزه ما به نام نرگس حکیمی مهمان برنامه هستند، پشت خط هستند. خواهر نرگس، السلام علیکم.
سلام علیکم. سلام و اکرامات خدمت شما و کارکنان. سلامت باشین خواهر عزیز. خدمت شما هستیم. خواهر نرگس یک تن از معلمین بخش طبقه اوناس هستند که از افغانستان تماس گرفتن و خواهر نرگس بفرمایین چیز گفتنی درباره وضعیت معلمین، مشکلاتی که دارین به صدای مسئولین دولتی افغانستان برسانین. خدمت شما هستیم. اولا سلام احترامات تقدیم میکنم خدمت شما و تمام همکاران برنامه. سلامت باشین خواهر. نرگس حکیمی هستم، یک تن از معلمین لیسه سید احمد مشتاق از ولسوالی جرم بدخشان. مشکلات معلمین مشکلات زیادی داریم. یکی مشکلات داخل مکتب داریم، یکی مشکلات خارج از مکتب داریم. نبود امنیت است، مثلا نبود وسایل ترانسپورتی در منطقه. بله. اما در داخل مکتب ما با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستیم. بفرمایید خواهر خدمت. میز چوکی. بله میشه. صدای شما پخش میشه به طور زنده و انشالله که مسئولین دولتی افغانستان هم برنامه را ببینن و بشنون. ما خدمتتان هستیم خواهر عزیز، بفرمایید شما. بله ما گفتم دو نوع مشکلات داریم. یکی مشکلات است که خارج از مکتب است، دیگر مشکلات است که در داخل مکتب ما داریم. بله شنیدیم. مشکلات خارج از مکتب نبود امنیت است، امنیت وجود نداره. در داخل مکتب باز مشکلات زیادی وجود داریم، کمبود کتاب داریم، کمبود میز چوکی داریم، مشکلات بسیار زیادی وجود داره. بله خواهر. خواهر عزیز یک سوال که دائم میشه، مردم چگونه به معلمه ها البته طبقه اوناست، طبقه که فرزندای یک جامعه را تربیه میکنن، دید مردم نسبت به معلمه ها در افغانستان چگونه است؟ دید مردم با معلمین بسیار کمک و همکاری دارن همیشه، مگر نبود امنیت ما را بسیار مشوش میکنه. نبود امنیت، اما مردم نگاه مثبت دارن به معلمه ها. نگاه مثبت دارن، بله. همه مردم همکار هستن، با معلمین همکار هستن، با شاگردا، با همه داخل مکتب، با معارف، با تمامی همکار هستن همیشه. سلامت باشین خواهر عزیز نرگس حکیمی که از افغانستان از ولسوالی جرم خدمت ما بودین. بسیار زیاد تشکر خواهر عزیز. تشکر از شما. تشکر. سلامت باشین. خب بیننده های گرامی، با هم می رویم به دیدن یک میان برنامه و انشاءالله پس از دیدن این میان برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل أنا النذير المبين كما
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. و بگو این سخن حق از سوی پروردگار شماست، پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. با عرض سلام مجدد خدمت بیننده های نهایت گرامی شبکه جهانی وصال حق با برنامه قلب آسیا و موضوع برنامه وضعیت معلمین در افغانستان بار دیگر خدمت شما هستیم. شاعر می فرماید دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت، یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. بالاتر از مقام معلم به شرط دین، بالاتر از مقام معلم ز شرط دین، کس را مقام و منزلت و اعتبار نیست. یا اشقری صاحب می فرماید معلم گر نبودی این قدر علم از کجا می شد، به الفاظ و به معنا طالبان چون آشنا می شد. امروز در افغانستان عزیز، در کشور ما که تقریبا طی 3 دهه دچار جنگ ها و بی ثباتی ها بوده و در اثر این جنگ های خانمانسوز که البته مداخلات بیرونی هم نقش اساسی را داشته، طوری که دوستا مهمانای برنامه اشاره کردن تقریبا 64 الی 66% از قشر این ملت پیر و جوان و طفل بی سواد ماندند و از قیمت نوشتن و خواندن برخوردار نیستند. این ایجاب میکنه که در افغانستان باید سر از نو یک انقلاب فرهنگی به سان انقلاب فرهنگی که در ژاپن راه انداخته شد راه اندازی شود و این ملت از یوغ جهل و تاریکی نجات داده شود. چرا اکثر مشکلاتی که در کشور ما در افغانستان فعلا وجود داره علتش جهل است، نادانی است. وقتی که انسان
علم نداشت منفعت و مصلحت خود و جامعه خود و فامیل خود و مردم خود نمیفهمه. پیش از گرفتن میان برنامه داشتیم خدمت مولانا صاحب مجیب الرحمن بودیم در ارتباط با ویژگی های یک معلم خوب صحبت میکردیم، چرا خیلی نقطه اساسی است که باید یک معلم خوب چه ویژگی های داشته باشه. جناب مولانا صاحب خدمتتان هستیم. قبل از اینکه بسیار میبخشین مولانا صاحب بیننده های پشت خط داریم، انشاءالله خدمت شما خواهیم بود. بسیار میبخشین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم بیننده عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم محترم جناب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمتتان هستیم. از کجا زنگ میزنین و اسمتان چیست برادر عزیز؟ برادر عزیزم سلام عرض ادب خدمت شما و جناب مولانا صاحب انصاری و تمام بیننده های عزیز و معزز و گرانقدر عرض ادب دارم. سلامت باشین برادر عزیز، بفرمایید. برادر محترم عزیز القدرم شکرالله رحمانی هستم، از ولایت سریپور فعلا در ایران زندگی میکنم. بفرمایید برادر عزیز. موضوع برنامه شما میدانم که در بحث معلمین گرانقدر در افغانستان است. معذرت ما را انشاءالله قبول کنید تا جایی که میشه این سوال دارم برای واضح بسازید. بفرمایید. از جناب مولانا صاحب احتراما خواهشمندم که در ایران نماز جمعه اما ما چطوری بخوانیم ترک میشه از پیشان. من این سوال را از شما احتراما خواهشمندم که برام واضح بسازید تا که من شنوا واضح‌تر بفهمم. تشکر. انشاءالله بیننده عزیز. سلامت باشین آقای شکرالله خان. سلامت باشین. سلامت باشین. خداحافظ شما. دیگه یک سوال دیگه داشتم جناب استاد محترم. بله بفرمایید. اگر خینا در دست و پا باشه آیا وضو باقی داره یا خیر؟ و یا اگر با عضو در دست و پا گذاشته شود این کنام ممانعتی داره یا خیر؟ اگر بدون عذر با هوس یا چیزای دیگه در افغانستان من و شما زیاد رواج داره، این هم در موردش یک کمی واضح تر بسازید. انشاءالله مد باشین انشاءالله. خب گرچه سوال بیننده عزیز ربط مستقیم به برنامه فتوا داشت که روزهای دوشنبه پخش میشد، اما با آن هم انشاءالله کوشش میکنیم که دیگه به سوال بیننده جناب محترم مولانا صاحب دیگه بیننده های عزیز پشت خط هستن، انشاءالله مولانا صاحب یک چند بیننده را میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم. الو. سلام علیکم، بفرمایین خود معرفی کنیم برادر عزیز. بفرمایین برادر محترم، صدای شما را ما میشنیم، بفرمایین. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز کوشش کنین که از طریق گوشی تلفن با ما ارتباط داشته باشین، چون اگر صدای تلویزیون بلند باشه دیگه صحبت های شما را ما بعد از چند ثانیه حدوداً 10-15 ثانیه میشنیم. بفرمایید. بله من فقط میخواستم از برنامه‌های خوب شما تشکر کنم. خود معرفی نکردیم برادر عزیز. بنده ابراهیم هستم از تاجیکستان. ابراهیم از تاجیکستان. بفرمایید برادر ابراهیم، خدمتتان هستیم. میخواستم از برنامه‌های خوبتون تشکر کنم و سلام را به جناب استاد مجیب الرحمن انصاری برسانم. سلامت باشین برادر عزیز. سلامت باشین خانه آباد. تشکر. خداحافظ شما. بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. بیننده عزیز سلام علیکم. سلام علیکم، خدمتتان هستیم. صدایتان داره به طور مستقیم پخش میشه. خود معرفی کنین برادر عزیز. من صاحب هستم که از افغانی هستم تو ایران زندگی میکنم. سلام عرض کنم با خودتان. صدای شما بسیار پخش میگه، کمی صدایتان بلندتر بکنین و خود معرفی کنین خوب میشه. من
سعید یوسف هستیم از ایران تماس میگیرم. سعید یوسف، بفرمایید برادر سعید یوسف. سلام عرض میکنم به استاد مجیب الرحمن، خود شما به برنامه خوبتان. و علیکم السلام، صدایتان میشنن مولانا صاحب. یکی از سوال ما این بود که در افغانستان بیشترین معلمان که بیسواد هستند از خیلی کم آگاهی دارن، اصلا درس دینی در مدارس افغانستان داده نمیشه. یکی از بچه ما که درس میخواندن فعلا هم در پیش ما کار میکنن، حتی کلمه نماز خواندنش یاد نداره. تو مدرسه 12 سال فارغ شدن آمده اینجا. سبحان الله. درس دینی اصلا تو افغانستان نیست. مدارس افغانستان یک مشکلات بزرگ این است، اصلا درس دینی اصلا از این درس دینی اصلا سوال نمیشه. درس دموکراسی میدن، درس های مثلا غربی ها اینا رو به مدارس افغانستان داده میشن. اصلا مغز یک مسلمان افغانستان این بچه هایی که به مدارس میاد چه مغزه میشن. این خیلی مشکلات بزرگ این از در افغانستان. اصلا یه معلم های بی سواد میاد اینجا، اگر با سواد هم باشه در خارج تحصیل کرده هستن. خیلی ضربات بزرگ در اسلام در مسلمانی افغانستان میزنن. سلامت باشین برادر عزیز، صدایتان گرفتیم، صحبتایتان شنیدیم. سلامت باشین، تشکر. و علیکم السلام. بیننده بعدی سلام علیکم. بیننده بعدی سلام علیکم. شبکه جهانی وصال حق، برنامه قلب آسیا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. لطف پروردگار، بفرمایید برادر عزیز خود معرفی کنین. این جانب نثار احمد، یکی از شاگردان لیسه ذکور خواجه بهاءالدین. سلامت باشه نثار احمد جان، یکی از مؤسسین شاگردان لیسه خواجه بهاءالدین. بفرمایید خدمتتان هستیم. برادر عزیز، مشکلات ما برادر عزیز در قسمت معلمین است. در مکاتب معلمین بی سواد پر شده. سبحان الله. بفرمایید، صدایتان ما میشنویم و انشاءالله که مسئولین معارف افغانستان هم صدای شما را بشنون، صدای شاگردهای مکاتب. بفرمایید برادر. معلمینی که از 12 فارغ شدن و پس دوباره میان در صنفا برای صنفای 12 درس میدن. خب امتحانات رقابتی از معلمین گرفته میشه و معلمینی که ناکام میمانه دوباره بست های معلمین از سوی دولت بالای معلمینی که پول دارن واسطه دارن دوباره فروخته میشه و میه به مکاتب جابجا میشه. سلامت باشی نثار احمد جان. کدام سوال دیگه هم داشتی؟ نه برادر، تشکر. سلامت باشی، خانه تا سلامت باشی. سلامت باشی. انشالله صدای تا گرفتیم، انشالله که گفتیم مسئولین معارف صدای خودت بشنون. سلام علیکم. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم برادر عزیز. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوب است؟ سلامت انشالله. لطف پروردگار، بفرمایید برادر عزیز. برادر عزیز یک سوال داشتم. خود اگر معرفی میکردین بهتر میشد. محمد ولی هستم از ولایت بادغیس ولسوالی بالامرغا و از استان مثلا شمال ایران زنگ میزنم. محمد ولی بادغیس. سلامت باشید، بفرمایید برادر عزیز، خدمتتان هستیم. از مولانا صاحب مجیب الرحمن سوال ما اینه. بفرمایید. که مثلا سوره الفرقان گفتین که سوره الفرقان. بفرمایید. سوره الفرقان مثلا آیات مثلا 28 بعدا سوره مثلا اون که مثلا خداوند عز و جل اینجا در سوره مثلا همین آیه مثلا سوره الفرقان مثلا خداوند میگه که مثلا شما و پیغمبر خدا
چند گام بری به پیغمبر خدا مخالفت نکنی، در روزی که ستمکار مثلا دست خود را مثلا به دندان میگذه میگه کاش که چند گامی به رسول خدا راه رفته بوده. یعنی مثلا مردم افغانستان الان مثلا از قرآن و سنت دور شده، بعدا در همین ادامه آیه مثلا در آیت 30 مثلا سوره فرقان پیغمبر خدا عرض میکنه میگه ای پروردگار قوم من قرآن را رها کرد. یعنی واقعا ما مسلمانان الان قرآن را رها کردیم. درست است. سلامت باشین برادر محمد. قرآن را میکردیم، به قرآن چنگ میزدیم، اطیع الله اطیع رسول مثلا برای خود عملی میکردیم. امروز ما به این مصیبت‌های گرفتار نمیشدیم، به این کشورهای غرب که از غرب اومدن برای ما مثلا امروز دموکراسی و دموکراسی میگه در اصل عیاشی است. سلامت باشین. تشکر برادر عزیز. سوال مشخصی دارین؟ ما از سوال مشخص ندارم، ما یک کلمه که با مجیب الرحمن مثلا ما هم کلام شنیدم صدایتان. تشکر، صدای شما را شنیدم. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ کند. تشکر. سوال من یک سوال دیگه برادر عزیز، سوال شما سوال نبود، بسیار حرف نیک و به اصطلاح یک سخن آموزنده بود برای همه ملت و همه امت اسلامی. تشکر، موفق باشین. مولانا صاحب مجیب الرحمن خصوصا بشافتی سوال مخصوصا دارم. برادر عزیز بفرمایید بسیار عاجل، چرا بیننده های زیاد پشت خط داریم، فرصت به اونا هم باشه. مردم ما و شما به یک بدعت بزرگ گرفتارن، مثلا الان مثلا همین سگ دیوانه که آدم بگیره. خب بله بفرمایید. میگه مثلا اونجا یک جارت هست تا 40 روز اون جارت ضمانت کرده، اگر به 41 روز مثلا رد شد، مثلا 40 روز تا 40 روز اگر نرسید، اگر مثلا 41 روز بعد رسیدی اون جارت میگه من دیگه ضمانت نمیکنم. از لحاظ شرعی شما برای من یک مثلا رای مثلا از روی مثلا تشکر. حتما ان شاء الله مردم به این بدعت گرفتارن. ان شاء الله از این بدعت ها در افغانستان زیاد هست. امیدواریم که به تلاش و زحمات ان شاء الله موفق باشیم. سلام. تشکر. از بیننده های عزیز تقاضا میکنیم که طوری که بارها هم تکرارا عرض کردیم سوالای دینی شونه که مربوط به فقه میشه، مربوط به فتوا میشه، به برنامه فتوا که روزهای دوشنبه پخش میشه دیگه راجع بسازن. دیگه از دوستای عزیز تقاضا میکنیم، از بیننده های عزیزی که الان پشت خط هستن و ما داریم انشالله میگیریم، در صلب موضوع از موضوع برنامه بیرون نرن. در ارتباط به برنامه که گفتیم مشکلات معلمین یا وضعیت معلمین در افغانستان هست، روی از او صحبت بکنن و نظر بتن و سوال بکنن. خب بیننده عزیز السلام علیکم، برنامه قلب آسیا. السلام علیکم، خوب هستین؟ بخیرین؟ لطف پروردگار خود برادر عزیز معرفی بکنین و خدمتتان هستیم. سوال کنیم. سید حسیب نعیمیم از معلمین لیسه حضرت عمر فاروق از شهریات بستان. سید حسیب بفرمایید برادر، معلم هستین، اصلا برنامه برای شما گرفته شده. تشکر. میخواستم با برنامه صحبت کنم. بفرمایید خدمتتان هستیم. خدمت شما مجری عزیز و گرامی سلام و عرض ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت و همچنان خدمت مولانا انصاری. تشکر. ما هم میشنون صدایتان. ما یک تن از اساتید لیسه حضرت عمر فاروق هرات باستان هستم. از طریق برادر از طریق گوشی تلفن اگه صدایتان بشنویم بهتر میشه. تشکر برادر عزیز. متاسفانه طوری که جناب مولانا انصاری فرمودن به شهر هرات باستان معلمین با مشکلات بیش از اندازه گرفتارند و همچنان جناب مولانا از چیزی که فرمودن متاسفانه زمامداران امور افغانستان و علل خصوص وزیر به محترم که برست قرار دارند هیچ توجه خاصی برای معلمین متاسفانه ندارند. سلامت باشین برادر عزیز. چیزی گفتن با کمال تاسف باید یادآور شدیم وقتی که ما سر سین حاضر میشیم با کمبود کتاب، با کمبود جای مکان درسی متاسفانه ما گرفتار میباشیم. کمبود کتاب و نبود کرسی و جای خواب. برادر عزیز از زمامداران امور افغانستان و کسانی که در رأس قرار دارند ما خواهشمندیم که برای معلمین توجه خاص داشته باشند، چون که معلمین هستند که جامعه میسازند و معلمین هستند که فردای بهتر افغانستان میسازند. بله.
بله بله سلام. خب برادر عزیز، از جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری اظهار سپاس میکنیم که زبان گویای معلمین افغانستان در قلب آسیا، در برنامه قلب آسیا میباشند. سلامت باشیم. تشکر. سلامت باشیم. الله برای شما عزت. سلامت باشیم. مولانا انصاری بیشتر میخواهیم که راجع به مشکلات معلمینی که در هرات هستند بیشتر توضیح دهند. یک بار دیگر از برنامه شما اظهار سپاس و تشکر میکنم. سلامت باشین. سلامت باشین. مکتب لیسی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه از شهر باستان. سلامت باشین استاد سید حسیب. برنامه خودتان است و برنامه در ارتباط با وضعیت معلمین است و انشالله که گفتیم که صدای شما را مسئولین دولتی افغانستان و در رأس از اینا زمامدار همچنان برادر عزیز متاسفانه بفرمایید خدمتتان هستیم. بفرمایید برادر. همچنان برادر عزیز معلمین ولایت هرات باستان با مشکلات بیش از اندازه گرفتارند. کمبود معاش است. یک معلمی که معاش کامل نداشته باشد متاسفانه نمیتونه که به روی آرام مسائل دین و مسائل عقیدتی که است به فهم شاگرد برساند. متاسفانه و بدبختانه معلمین هیچ حمایه نمیکنند و همچنان از زمامدار امور افغانستان کسانی که در رأس کار قرار دارند باید توجه خاص به این پیش داشته باشند. چنانچه این معلمین هستند که جامعه رو میسازند، اساتید رو میسازند، دکترار میسازند، انجینرار میسازند. فقط توجه خاص داشته باشند تا این قشر معلوم جامعه بتوانند روی آرام تدریس کنند. سلامت باشین استاد حسیب. تشکر از تماستان، تشکر از صحبتاتان شنیدیم. تشکر برادر عزیز. خب بیننده های عزیز، مهمان های برنامه هم میتونن که در ارتباط به چیز صحبت بکنن، اما خوبتر و بهتر است که ما مشکلات معلمین وضعیت موجوده از نقاطی که اونا رنگ میبرن از زبان خودشان بشنویم، از زبان خودشان دولت مردای افغانستان بشنون که معلمین خودشان چه میگن. نه ما فقط وسیله برای رساندن پیام معلمین به مسئولین هستیم. خب بیننده بعدی، سلام علیکم. برنامه قلب آسیا. بفرما برادر عزیز. بفرما برادر عزیز. سلام علیکم. بفرما برادر عزیز. سلام علیکم. برنامه قلب آسیا. بفرمایید برادر، خود معرفی بکنین. سلام علیکم. و علیکم السلام. شما صدای ما را از طریق گوشی تلفن بشنوین بهتر است. خب عرض سلام و خسته نباشید حضور مهمانان گرامی شما مولوی صاحب مجیب الرحمن. بفرمایید برادر. سوال بنده ای است که من خودم تابعیت کشور جمهوری اسلامی افغانستان 10 سال در ایران زندگی میکنم. بعدش هم سوال من است که اگر یک آدم یک اهل تسنن با اهل تشیع ازدواج کنه آیا از لحاظ شرعی جواز دارد یا خیر؟ خب سلامت باشیم برادر. ما گفتیم که در ارتباط با موضوع برنامه باشه، در صورت فرصت انشاءالله جواب خواهد دادیم. تشکر برادر. سلام علیکم برادر عزیز. برنامه قلب آسیا، موضوع برنامه وضعیت معلمین در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام در خدمت شما مجدی محترم و جناب محترم مولانا صاحب. سلامت باشید. قدیر امیری هستم. یک از استادان به حضرت عمر فاروق. عبدالقدیر. بفرمایید برادر عبدالقدیر خان. برادر عزیز و بزرگوار بیشتر از جناب مولانا صحبت کردن که معاش معلمین از پسنداز صحبت کردن. من میخواستم پسنداز معلم در یک ماه 5000 قرضداری میباشد. در پلی از اینکه معاش خود میگیره خرج میکنه، یعنی منفی 5000 افغانی میشه. خب شما اگر وضعیت حساب وضعیت اقتصادی بازار رو نگاه کنید، خرید قوای جنسای امروزی نگاه کنید، با تمام اینا مشکلات منفی 5000 جمع کنید، یعنی اون مواد سیوینگ که بیشتر ملاره سواد کردن. بله واقعیت داره. خدای کرد. واقعیت داره. سلامت باشین. سلامت باشین استاد عبدالقدیر خان. بفرمایید. به حساب
مشکلات. بله بشنوید. بفرمایید. بله بفرمایید خدمتتان هستیم. بسیار میبخشین صدایتان ما قطع کردیم. بفرمایید. صحبت قطع شد. خب بیننده بعدی سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی برادر؟ خیر. لطف پروردگار خود معرفی کنیم برادر، از کجا صحبت میکنین؟ عبدالکریم هستم از شهر نیمروز. شما را زحمت میدم. عبدالکریم برادر، عبدالکریم از شهر نیمروز. بفرمایید برادر عزیز. اول سلام به تو، سلام به مولوی صاحب مجیب الرحمن، سلام به همه شنونده های تلویزیون صالح حق. سلامت باشی برادر عزیز. بفرما خدمت هستیم. خدمت خود برادر جان. یک سوال ما است، سوال است بلکه هر میزنم به خاطر اینه مردم افغانستان. برادر عزیز عبدالکریم جان، برادر عزیز، اگر در ارتباط به موضوع برنامه باشه در خدمت هستیم، اگر خارج از موضوع برنامه باشه معذرت ما را بپذیر، چون وقت خیلی کم است و بیننده های زیاد هم پشت خط داریم. ما بفرما اگر در ارتباط به موضوع برنامه باشه. نه ارتباط این موضوع است که معلمین و مثلا درست. بفرما. وطن حساب باشه. وقتی که در وطن همین کاری مجیب الرحمن صاحب یک وقت تبلیغ کرد، ما شنیدیم که وقتی که در وطن فساد چی باشه این کجا آباد میشه برادر؟ و همه مردم ما چا دارم 2 تا بچه میاره مکتب، همین مدیر مثلا کیک بازی میاره از هر کس که میره بازی، این میبره داخل بازار میفروشه، بعد که اینجا میفروشه دیگه این چه میتونه که بگید بچه های مردم بدبخت بیچاره چطور دست میره؟ اینو تو به نظر پیانه دست میره اینا؟ هیچ وقت که در وطن فساد باشه، در وطن بدبختی باشه، هیچ وقت بچه افغان معلم نمیشه برادر. وقتی که همین بشنوه مأمورین دولت بشنوه که وقتی که فساد گم نکنه نه در وطن آبادی میایه نه بچه مردم دست یاد میگیره برادر. فقط دربدری دیگه چی. به خدا سپردم کاری مجیب الرحمن صاحب. السلام علیکم. خیلی تو را دوست دارم از قلب تو را دوست دارم. خداوند تو را هر جا که باشی تو را نگاه بشه. تشکر. سلامت باشین. الله سلامت باش برادر از عبدالکریم خان. خب به عنوان آخرین بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم برادر عزیز. بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین برادر عزیز. برنامه قلب آسیا موضوع برنامه وضعیت معلمین. بفرما عزیز. الو. بفرمایید خدمت هستیم. ببخشید یک سوال داشتم از آقا. ما اصلا بپرسم همین پولی که برای صاحب خونه میگه ما کرایه کم میکنه، یکی هم همین فاشه که مثلا طرف مقابل برای یکی دیگه فاش میده، فاش به همون طرف برسه یا نه برای خود طرف برسه؟ خب سلامت باشی برادر عزیز. سلامت باشی. سوال تا گرفتیم. بیننده بعدی را میگیریم یک بیننده دیگر چون وقت خیلی کم است. سلام علیکم بیننده بعدی. سلام علیکم. الو. السلام علیکم. بفرما برادر عزیز. السلام علیکم و علیکم السلام. برنامه آسیا میانه از طریق تلفن صدای ما را بشنین. قلب آسیا، برنامه قلب آسیا برادر عزیز. قلب آسیا و جان دلم. بفرما. آقای مجیب الرحمن پالیتان هست و تلویزیون میبینم، همه کسی دیگه صحبت داره که. برادر عزیز بفرمایید. شما مثل که صدای خودتان هم میشنوین؟ جانم از طریق گوشی بشنوین برادر عزیز. وقت کم است. خب مثل که صحبتشان قطع شد و وقت برنامه هم تقریبا بیش از 10 دقیقه نمانده. برمیگردیم خدمت مهمانای برنامه. جناب مولانا صاحب تقریبا بیش از 12 بیننده را ما صحبتایشان شنیدیم که تقریبا 3-4 تن از اینا معلمین عزیز بودن که مشکلاتشان مطرح کردن. دیگه برادر ما از شکرالله از ولایت سرپل بود که در ارتباط به نماز جمعه و خینا و چیز مسائل صحبت کردن که البته خارج از برنامه است. اگر شما سوالشان شنید. من خدمت همه دوستا و عزیزانی که تماس گرفتن از همه تشکری میکنیم، اونهایی که اظهار محبت کردن. الله سبحانه و تعالی محبت ما و شما
للهی داشته باشه که به خاطر خدا باشه و یقینا به خاطر الله سبحانه و تعالی هست. مسئله نماز جمعه و مسئله خینه یا هینا که هست، اینها رو ما میدم در بخش فتوا که یقینا چون وقت برای ما فرصت نمیده از او طریق بیان میشه انشاءالله. و معلمین عزیز و گرامی ما هم که جریان مشکلات رو گفتن، از ولایت هرات، از ولایت سرپول، از ولایت های مختلف که تماس گرفتن، همه مشکلات اینا این بود که کمبود کتاب و چوکی و بالاخره موادی که به داخل مکتب لازمه. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی در آینده یک رئیس جمهور دلسوزی در وطن بیایه و یک وزیر معارف دلسوزی سر کار بیایه و این مشکلات همه مرفوع بشه و برطرف بشه. دو برادر ما مولوی صاحب به نام سید یوسف از ایران که برادر افغانی بودن و نثار احمد از مشکل بیسوادی معلمین صحبت کردن که تعداد زیاد معلمین بیسواد هستند و در بدل رشوت دادن یا واسطه دیگر روی کار میایم. ما به خاطر از اینکه من فکر میکنم وقت برنامه ما و شما بسیار در ضیقی قرار داره، ما امو ویژگی های یک معلم خوب کوشش میکنیم که به پایان برسانیم از این و همچنین یک معلمی که او لیاقت و شایستگی ای سمت و ای مسئولیت رو نداره و سر کار میایه اشاره میکنیم. خودم وقت برنامه تمام میشه. برای همه دوستا و عزیزا بیان شد که ویژگی های یک معلم خوب، یک معلمی که او معلم خیره و معلمی که در حق از او خدا و پیامبر و ملائکه و همه بالاخره دعا میکنن، ای بود که اخلاص و نیت پاک داشته باشه و دوم علم درستی داشته باشه که علم شرط لازم ضروریه، وظیفه خور وظیفه مبارک و مقدس بدانه و ابتغاء الاجر و ثواب من الله سبحانه و تعالی باشه، یعنی اجر و پاداش خور از الله بخواهه. در وظیفه خود صادق باشه که 5 تا ذکر کردیم و متبقی هم خلاصه بیان میکنیم. ششم اینه که مطابقت القول و عمل باشه، یعنی معلم وقتی سر صنف میره آنچه که برای شاگرد بیان میکنه، یعنی میگه شاگرد دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نکن، خود از عامل باشه. متاسفانه معلم سر صنف به شاگرد پول میده، بعضی از معلمین پول میده که تو برو سیگار بگیر. خب وقتی شاگرد بره برای استاد سیگار بگیره که سیگار بکشه سر صنف، یا مثلا یک معلم سر صنف از نسوار استفاده کنه، خب چگونه شاگردی تربیه میشه؟ چگونه شاگردی به بار میاد؟ پس یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. بهترین یک معلم او در مسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته، باید خود از او آنچه که میگه به او عامل باشه و عمل کنه. هر کدام بسیار بحث داره و تفصیلات داره، مختصر میگذاریم. هفتم اینه که عدل و مساوات داشته باشه. یک معلم شایسته و نیک عدل و مساوات داره، برای از او فرق نمیکنه، بین شاگردان تمیز قائل نمیشه و بالاخره همه شاگردان به اصطلاح به یک چشم میبینه و اگر فقیره اگر غنیه در این عرصه ها. یک موضوعی هست که یک شاگرد ذکی و هوشیار و فهمیده در سطح مکتب از او تقدیر به عمل میآیه و یک بحث جداگانیه که واقعا در دین هم چنین ما از لحاظ شرعی داریم که انسان‌های شایسته و انسان‌های نیک از اونا باید تقدیر بشه. قرآن عظیم الشان هم میگه که و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. پس برای یک معلم شایسته و نیک اینه که عدل و مساوات داشته باشه. هشتم دارای اخلاق فاضله و حمیده باشه. وقتی میگیم معلم در مسند پیامبر نشستن، پیامبر صلی الله علیه و سلم دارای اخلاق زیبا و انک لعلی خلق عظیم، قرآن میگه اخلاق بزرگ. و همچنین قرآن میگه که حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم حریص بودن برای هدایت انسان ها. معلم باید برای راهنمایی شاگردها حریص باشه، تلاش بورزه. آیه دیگه اشاره میکنه ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پس معلم باید دارای اخلاق زیبا، اخلاق حمیده، اخلاق فاضله باشه. نهم تواضع معلم خیلی لازم و ضروریه. هر کس تکبر بکنه کار بدیه، ولی معلم اگر متکبر باشه خب شاگرد از علم محروم میمانه. باید تواضع داشته باشه معلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم در کنار اینا بلال، صهیب، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، همه اقشار فقیر و غنی و بالاخره در کنار پیامبر صلی الله علیه و نشسته بودن. صحیح می آمدن مسائل خود مطرح میکردن، پرسان میکردن. معلم باید متواضع باشه، سر صنف میره که کل شاگردا از تواضع او استفاده کرده و بالاخره
آنچه که در دل دارن از او سوال بکنن. دهم شجاعت معلم لازم و ضروریه. یک معلم خوب، یک معلم شایسته شجاعه، چون در روایت ها میاره که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشجع الناس، پیامبر صلی الله علیه و سلم شجاع ترین انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. معلم باید شجاع باشه، عقیده اسلامی، عقیده درست و صحیح، عقیده سالم، آنچه که قرآن و حدیث دستور داده شفاف برای شاگردا بیان بشه. برای شاگرد بگه که شاگرد من، عزیز من، دوست من، ای طریق اسلامی هست، ای منهج اسلامی هست. 11 استشارت المعلم لغیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم که دروازه وحی بروی اینا باز بود، بازم مشوره میکردن. معلم هم در عرصه های مختلف به هر درجه که هست، به هر درجه، چی در ماستری، چی در دکترای، چی در بالاخره در هر درجه که هست باید مشوره کنه در عرصه تعالی و ترقی یک مکتب و مدرسه. 12 روش تدریس معلم بدانه. معلم وقتی که میره سرصنف باید روش تدریس رو بدانه. امروزه در این فن کتاب ها نوشته شده که روش تدریس، معلم ما باید که فن تدریس رو یاد بگیره که هر کدام اینا موضوع بحث داره. من سریعتر میگذارم. 13 استخدام العقوبات اثناء تعلیمه. یعنی معلم وقتی متوجه بشه که یک شاگرد اگر نیاز به تنبیه داره باید تنبیه بشه. و 13 صبر و حوصله معلم خیلی لازم و ضروری. یک معلم خوب باید صبر داشته باشه، حوصله داشته باشه. داخل سن 50 شاگرد، 50 شاگرد دارای 50 فکر و مفکوره بالاخره به مقابل معلم قرار دارن. باید که صبر و حوصله داشته باشه. این ویژگی های یک معلم خوب و شایسته که فرشته و ملائکه همه در حق از او دعا میکنن. اگر وقت بود معلم شرع هم چند خصوصیاتی رو بیان میکنیم که جامعه ما متوجه باشه. وقت تمام شده، ما میریم خدمت استاد امام الدین رحیم. بسیار میبخشین اگر یکم نکته داریم بسیار عاجل دیگه، چون وقت برنامه بیش از 2 دقیقه باقی نمانده. خب من نکته دیگه ندارم. تمام نکته ها را جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری و بسیار شیوه خوب بیان کردن و این صفات یک معلم خوبه که ذکر کردن. باید تمام معلمین ما این صفات که گرفته شده از کتاب و سنت هست، اوصاف اسلامی هست، همه اینا را باید یک معلم در خود داشته باشه. ما در آخر از بیننده‌های عزیز تشکر میکنم که تا این لحظات برنامه همراه ما بودن. سلامت باشین استاد امام الدین رحیمی و از جناب مولانا سید مجیب الرحمن انصاری هم تشکر داریم و از بیننده های عزیزی که تماس گرفتن و بخشی از مشکلات معلمین شرح کردن، به خصوص معلمینی که تماس گرفتن از اینها هم تشکری داریم. و خطاب به مسئولین دولتی افغانستان یک بار دیگر به عنوان آخرین کلمه: برادر عزیز، مسئول گرامی، وقتی که اگر نیت خیر داری به افغانستان، نیت خیر داری برای ترقی، برای پیشرفت کشور، یگانه راه پیشرفت، یگانه راه شگوفایی، یگانه راه ترقی، یگانه راه بیرون رفت از مشکلات موجوده در افغانستان فقط و فقط به قائل شدن حق و ارزش دادن به معلم است. بیننده های عزیز و گرامی، تا تقدیم برنامه دیگر همه شما را به پناه واحد یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.